عرض کنم یه بار واسه یکی الگو شدم، کلا زندگیش با خاک یکسان شد. از اون به بعد تصمیم گرفتم همون درس عبرت بمونم. علت اصلی هم اینه که خودم هم یه الگویی توی زندگی انتخاب کردم که به خاک سیاه نشستم و دست آخر شدم این که میبینی. آیه دکتر اینا همش دروغه. دیگه میخوام مثل تو باشم، کسی رو دوست نداشته باشم، بی خیال و بی وفا و بی عاطفه نسبت به مقام عظما. هر بلایی میخواد سر اون بیاد، من ککم نگزه، فقط اسم خودم رو بذارم استراتژیست. انگار نه انگار که قرار اون بدبخت بیچاره رو نجات بدم. میخوام بشم یکی مثل تو که هیچ احساسی نداره و چیزی هم حالیش نیست. الان سوال اصلی استراتژی اینه که من تو رو دلداری بدم یا چی بذارم که جد آبادت بیا جلو چش و چالت. ناکس معلوم نیست که داری درد دل میکنی یا دعوا داری. اگه نمیدونستم دلت از کجا پره با خاک یک سالت میکنم همینجا. ناکس همه این مالی که کمی استراتژی حالیته، اوضاع نظام که میبینی قاطی میکنی. آی دکتر معذرت میخوام، راستش اعصاب برام نمونده. این داستان بیپایان برجام و یه روز نوار صوتی که شما اجازه نمیدی واردش بشم، یه روز موضوع جنگ که یه عده که خودشون میخه 8 سال جنگ بودن حالا دارن میزنن زیرش، موضوع سوریه که بالاخره عمق استراتژیکی نظام هست یا نیست، باید جام زهر اونجا رو نظام بخوره یا ادامه بده. بالاخره تجویز شما چیه دکتر؟ هیچی، باید وارد بدبختی‌های نقدتر بشه تا نفهمه که بدبختی قبلی چی شدن. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردن بله، میفرمودن وقتی که عصبی هستی یک کمی ماست میریزی تو قهوه با آب لیموی مفصل میخوری، آرومت نمیکنه ولی باعث میشه یک دل دردی بگیری که کل مشکلات تو فراموش بکنی. روشن شد یا هم چی بذارم که مشکل فراموش بکنم. آیه دکتر اگر روشن بود که اینطوری رو اعصابم راه نمیرفت. با یک مثال از مرحوم بابوی برات جا میندازم تا بفهمی مسئله‌ای که قرار از مقام عظما حل بشه به فکی که ازش پیاده میشه نمیصرفه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که آبریزش بینی داشتم، رفتم دواخونه قرص ضد حساسیت بگیرم، تو عوارض جانبی قرصه نوشته بود سردرد و سرگیجه و تهوع و اختلال در خواب و نارسایی کبد و سکته قلبی و سکته مغزی و مرگ ناگهانی. اینا هیچی دیگه. پشیمون شدم، گفتم با آستینم پاکش میکنم امنیتش بیشتره. روشن شد یا هم چه بذارم که بری با آستین این طرف اون طرف. آقای دکتر من نمیفهمم اینایی که امروز میگن بعد از خرمشهر باید دیگه ادامه نمیدادیم، چرا تو زمان امام راهل خودشون این همه تبلیغ و تاکید میکردن؟ اولا امام خیلی حفقت بودن، دوم اینا به این امروز نبودن که از عضوا حساب نمیبرن به کشکم حسابش نمیکنن. عین سگ از امام میترسیدن، جرأت نداشتن جلو امام شلنگ تخته بندازن، هر چی میگفت چشم گولت هم تازه میخوریم، میذاشتن روش. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن کلاغه داشت پیتزا میخورد، روبا گفت به به چه سری چه دمی، یه آوازی بخون آقا کلاغه پیتزا رو زد زیر بالش و گفت اون موقع که گولم زدی کلاس دوم بودم، الان دیگه لیسانس همو گرفتم. روبای گفت آره از قیافت هم پیداست، پیر شدی و پروبارت هم ریخته و یه خودم سفید شده. کلاغه بالا رو که باز کرد که چک بکنه ببینه چی شده، پیتزا افتاد. روبای پیتزا رو برداشت گفت آره منم اون موقع طلبه بودم اما الان نماینده دائمی ولی فقیه تو جنگلم. آیه دکتر الان تو نظام خیلی ها حرفایی به مقام عظما میگن که اگه بره بشنوه میره پیشواز گرگ. میگن ما خوشحالیم که امام زهر آتش بس رو سر کشید، یا اینکه میگن غلط کردی ما باید بعد از خرمشهر تمام میکردیم. نمیشه یه جورایی این مقام عظما اینا رو بشونه سر جاشون؟ بدجوری دارن میزنن این بدبختو. بدبخت بیچاره عظما الان راضیه که تو آفتابه شنا بکنه به این وضعیت گرفتار نشه. مرحوم بابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر، عرض میکردم بله، میفرمودن که یارو تو حج آنچنان ستون شیطون رو محکم به سنگ بسته بود که شیطون را پشت بلندگو گفت های بشنگ یواشتر گولت زدم بابا تو که نکشتم. روشن شد یا نه؟ چه کار کنه بدبخت؟ همینقدر ازش برمیاد دیگه. آیه دکتر شونات مقام عظما رو رعایت کن. مقام عظما دلو دل نیست که برای رفع کوتی خرجش میکنی، درسته که آسه گیش نیزم نیست ولی خوبیت نداره. بگذاریم سوال تیز و مشخص، مقام عظما چند تا جام زهر مثل برجام و باعث بخوره تا راحت بشه؟ یه چند تایی رو که خودش گفت، جام زهر حقوق بشر و
جام زهر منطقه‌ای و چیزا رو گفته. دکتر ولش کن. چرا این برجام که قرار بود 1 سال خورده پیش ثمر بده هنوز به کشک هم نرسیده؟ آی دکتر شما چه کار میکنی اگه این فرصت ها رو شکار نمیکنی؟ بشین بابا ناکس شلوغش کردی. همچی میگه انگار فرصت ها تو صف وایسادن منتظر شکارچی. از بیخ زدن زیرش که دیگه پدرجد عضوام کمر راست نمیکنه. تو میگی چرا دیر شد برجام؟ بکی مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله میفرمودن که مشنگه پسر شب دیر اومد برای شام. بهش گفتش که کجا بودی؟ گفت با یه عده دعوام شد ریختن فکم و گذاشتن کف دستم. مشنگه گفت خب این میشه 10 دقیقه یه رو بقیه‌شو کجا بودی؟ دکتر خوبیت نداره. میگن تو جهنم یه جایی هست حالا ان خودت میری میبینی. من نمیگم که بی‌مزه نشه، مزهش برات بمونه. آیه دکتر تو حق داری به مقام آزمان هر چی دلت میخواد بگی، ولی به من نمیتونی بگی. من که نگفتم به نگفتم که اگه جهنم جای خوبیت چرا اول خودت نمیری؟ من گفتم یا تو گفتی مقام آزمان تو